اسم عقیم سازی که میاد یه عده جبهه کاملا مخالف میگیرن و عقیم سازی رو یه کار غیر اخلاقی و ظالمانه در حق گربه میدونن، در حالی که دامپزشکا به انجام عمل عقیم سازی مخصوصا برای گربه‌های خونگی تاکید میکنن و حتی معتقدن که انجام این عمل برای حفظ سلامت و طول عمرشون مفیده. به عنوان سرپرست گربه و فراتر از اون یه فرد گربه دوست، مطمئنا دوست دارید که اون کاری رو انجام بدید که به نفع گربه‌تونه و کمک میکنه که زندگی راحت‌تر و سالم‌تری رو داشته باشه. پس اگه بین دو راهی عقیم کردن یا نکردن گربه خونگیتون موندید و نمیدونید انتخاب درست چیه، توی این ویدیو همراه من باشید که میخوام هر چیزی که لازمه در مورد عقیم سازی گربه‌ها بدونید و براتون کامل توضیح بدم که در نهایت بتونید با آگاهی کامل بهترین و منطقی ترین تصمیم رو برای دلبر پشمالتون بگیرید. همونطور که قبلا هم توی این ویدیو در مورد بلوغ جنسی گربه‌ها براتون کامل توضیح دادم، میدونید که گربه‌ها عموما بین 6 تا 9 ماهگی بر اثر تغییرات هورمونی که توی بدنشون اتفاق میفته، میل به جفتگیری درشون ایجاد میشه و به اصطلاح به بلوغ جنسی میرسن و توانایی تولید مثل پیدا میکنن که این قضیه همزمان با بروز یه سری تغییرات رفتاری و خلق و خویی هم همراهه، از جمله سر و صداهای بلند و عجیب، اسپری کردن ادرارشون تو نقاط مختلف محیط به منظور نشانه گذاری و همینطور بیقرار شدن و میل شدیدشون به فرار کردن و بیرون رفتن از محیط خونه که همه اینا رفتارهای طبیعی و اجتناب ناپذیر گربه‌ها برای پیدا کردن جفت بعد از رسیدن به بلوغ جنسیشونه. چون برخلاف فحلی ماده‌ها که دوره‌ای و تقریباً ماهی یک بار به مدت فقط چند روز هستش، میل جفتگیری نرها همیشگی و تمام مدته و این قضیه میتونه روی تمام ابعاد رفتاری و همینطور روحیشون تاثیر بذاره، جوری که خیلیاشون از غذا خوردن میافتن، کلافه و بیقرار میشن، دائما بیرون از خاکشون ادرار میکنن و ممکنه پرخاشگر و عصبی بشن. تو این شرایط نگهداری گربه توی یه فضای محدود و بسته مثل خونه نه تنها برای خود شما خیلی چالش برانگیز و ناخوشاینده، بلکه مهمتر از اون برای خود اون گربه هم عذاب آور و کلافه کننده است و به لحاظ روحی تحت فشار قرار میگیره و آسیب میبینه، جوری که اگه طولانی مدت توی این وضعیت بمونه دچار ناهنجاری‌های رفتاری میشه. پس گربه‌ای که به بلوغ رسیده یا باید جفت داشته باشه و شرایط جفتگیری براش فراهم باشه، یا اینکه به یک طریق استاندارد و سالم ترشح هورمونای جنسی تو بدنش کنترل بشه که از این عذاب و بیقراریش جلوگیری بشه. خب تو حالت اول یعنی اگه فرض کنیم که جفت هم براش بیارید و یا یه جوری بستر جفتگیری رو براش فراهم کنید، گربه‌های نر که تمام مدت میل به جفتگیری رو دارن و اینطور نیستش که اگه یک بار جفتگیری کردن فکر کنید که خب دیگه نیازش فروکش میکنه و آروم میگیره. نه اصلا، بلکه برعکس، بیقرارتر هم میشه. و در مورد گربه‌های ماده هم که در صورتی که جفت کنارش باشه سالی چند بار باردار میشه و هر بارم چند تا بچه به دنیا میاره. آیا توانایی نگهداری از بچه‌هاشو دارید؟ اصلا با فرض اینکه هر بار برای بچه‌هاش هم سرپرست پیدا کردید، تا چند مرتبه و تا چه سنی مگه میشه گذاشت که اون گربه باردار بشه؟ از یه جایی به بعد اصلا این بارداری ها بیشتر به سلامتش آسیب میزنه و عمرشو کوتاه میکنه. حالا در مورد حالت دوم، یعنی بکارگیری یه روش استاندارد برای کنترل ترشح هورمونای جنسی که تحت عنوان عقیم سازی مطرح میشه، یعنی طی یه عمل جراحی کوتاه تحت بیهوشی اندامهای داخلی تولید مثل که وظیفه باروری گربه رو به عهده دارن، یعنی بیضه تو گربه‌های نر و تخمدان‌ها و رحم تو گربه‌های ماده رو از طریق یه برش کوچیک خارج میکنن. همونطور که گفتم یه عده مخالف سفت و سخت این موضوعن و معتقدن عقیم کردن حیوانات نوعی دخالت تو طبیعتشونه. بله، اگه حیوانات در حال زندگی تو اکوسیستم طبیعی و نرمال خودشون باشن و شما بیاید بی دلیل و بدون هیچ توجیهی بگیریدشون و عقیمشون کنید، به نظر یک کار کاملا بی منطق و غیر ضروری میاد. ولی ما اینجا داریم در مورد حیواناتی صحبت میکنیم که دارن تو شرایط متفاوت زندگی میکنن، به خصوص گربه‌های خونگی. شما نمیتونید گربه‌ای که نیاز هورمون محورش فعاله رو اسیر چهاردیواری خونه کنید و از اون طرف با این توجیه که نه گناه داره و مثلا میخواید با عقیم نکردنش بهش ظلم نشه تو این وضعیت عذاب‌آور نگهش دارید. در واقع نگهداری طولانی مدت گربه‌های فحل تو محیط بسته و محدود خونه است که به معنای واقعی ظلم محسوب میشه و اصلا کار انسانی و درستی نیست. عمل عقیم سازی باعث میشه ترشح هورمونای جنسی به حداقل برسه و تمایل و نیاز گربه به جفتگیری و متعاقباً تمام اون بحران‌ها
و ناهنجاری‌های رفتاری هورمون محورش از بین بره. پس بارزترین مزیت عمل عقیم سازی بهبود خلق و خو و رفع ناهنجاری‌های رفتاری هورمون محور گربه است که باعث آرامش و بهبود شرایط روحی خود گربه میشه و هم نگهداری از اون گربه تو محیط خونه رو هم برای شما تسهیل و راحت میکنه. در مورد گربه‌های نر پرخاشگری، بیقراری و ادرار کردن‌های بیرون از خاک رفع میشه و در مورد گربه‌های ماده دوره فحل و ناله‌های خیلی بلند و شدیدشون قطع میشه و عموماً مهربون‌تر و احساسی‌تر میشن. و دومین مزیت انجام این عمل اینه که احتمال بروز بیماری‌هایی مثل عفونت رحم و سرطان‌های سینه، رحم و تخمدان تو گربه‌های ماده، مشکلات پروستات و سرطان بیضه هم برای گربه‌های نر به طور چشمگیری کاهش پیدا میکنه. در مجموع این عمل تاثیرات مثبت هم روی رفتار و هم روی سلامت جسم و روحی خود گربه داره و کمک میکنه که کیفیت زندگی و طول عمر گربه‌های خونگی بالاتر بره و زندگی سالمتر و شادتری رو تجربه کنن. این جراحی جزو جراحی‌های ساده به شمار میره و متداول ترین عملیه که معمولاً به صورت روزانه دامپزشکا انجامش میدن. این عمل برای گربه‌های نر خیلی ساده و کوتاه‌تره و معمولاً کمتر از 10 دقیقه زمان میبره. و طی یه برش خیلی کوچیک و ظریف بدون نیاز به بخیه بیضه ها رو خارج میکنن. ولی برای گربه‌های ماده عمل کمی زمان برتر هست و حدود 15 تا 30 دقیقه زمان میبره و برشش هم کمی بزرگتر هست و چند تا بخیه میخوره. بر همین اساس هم عقیم سازی گربه ماده هزینه بیشتری نسبت به عقیم سازی گربه نر داره. زمان ریکاوری هم کوتاهه و معمولا حدود نیم ساعت بعد از عمل ریکاوری میشن و عموما همون روز هم میتونن به خونه برگردونده بشن. اما بریم سراغ نگرانیایی که در مورد عقیم سازی گربه وجود داره که بعضیاشون به اشتباه و بعضیاشون هم به جا هستن. یکی از بحث برانگیزترین موارد و نگرانی سرپرستا و دوستداران گربه ها احتمال بروز افسردگی و غمگین شدن گربه به خاطر سلب توانایی فرزندآوریه. این تصور از اونجایی میاد که آدما معمولا عقیم سازی گربه ها رو با عقیم شدن تو انسان ها معادل میدونن و مقایسه میکنن. در صورتی که تو ما آدما فرزندآوری مسئله صرفاً غریزی نیست و علاوه بر مقوله بقا و تمایل به ادامه نسل یه بعد احساسی عاطفی رو هم در بر داره. از این بابه که اگر انسانی که قدرت تأمل و تفکر عمیقی داره عقیم بشه، فکر کردن درباره اختیار و توانایی که ازش سلب شده و ابعادی از زندگیش که ممکنه تحت تاثیر قرار بگیره براش ممکنه آزاردهنده باشه و غمگینش کنه. ولی گربه‌ها همچین احساس و تصوری نسبت به فرزندآوری ندارن و تجربه دریافتشون با انسان فرق میکنه و به طور کلی جفتگیری رو صرفاً از روی غریزه‌شون و برای بقا انجام میدن و این نیاز غریزیشون بر اساس ترشح هورموناشونه، نه لذت یا احساسات. بنابراین گربه‌ای که عقیم میشه نه تنها احساس کمبود غریزه جنسی و یا افسردگی نمیکنه، بلکه از لحاظ روحی تو شرایط استیبل‌تر و بهینه‌تری قرار میگیره و دیگه دچار اون نوسانات خلق و خویی نمیشه و از نظر جسمی هم از خیلی از بیماری‌ها و ناهنجاری‌های رفتاری به دور میمونه. البته اینو بگم توی هفته اول بعد از عمل اگه احساس کردید گربه‌تون رفتار آرومتری داره و جنب و جوش کمتری میکنه، این کاملا طبیعی و موقتیه. 2 روز اول که به خاطر تاثیر بیهوشی و داروهای آرامبخشی که بهش تزریق شده و از طرفی در طول اون حدوداً 10 روز دوره نقاهتش هم به خاطر بستن گردنبند الیزابت ممکنه گوشه‌گیر بشه و شما احساس کنید که نکنه افسرده شده باشه. ولی اینا همش موقت هست و بعد از گذروندن دوره نقاهت و بهبودی کامل این حالت‌ها از بین میره. مورد دیگه که میشه گفت اصلی ترین نگرانی بجایی هستش که در مورد عقیم سازی وجود داره، ریسک مربوط به خود جراحی و بیهوشیه. در کل بیهوشی و جراحی از هر نوعی میتونه ریسکای خودش رو داشته باشه که البته درصد خیلی زیادی از این ریسکا به راحتی قابل کنترل و پیشگیری هستن. به این صورت که لازمه که حتما گربه قبل از عمل معاینه بالینی کامل بشه و آزمایش خون ازش گرفته بشه تا وضعیت داخلی بدنش و آمادگیش برای دریافت داروی بیهوشی و تحت عمل قرار گرفتن سنجیده بشه. با توجه به سن و شرایط جسمی گربه ممکنه دامپزشک انجام تستای دیگه‌ای رو هم براش الزامی بدونه و در کل اگر این آزمایشات وجود مشکلی رو توی گربه نشون بدن، اول باید اون مشکل درمان و رفع بشه و بعد از اون امکان بیهوش کردن و انجام جراحی هست. طی این آزمایش‌ها کارکرد و سلامت اندام‌های داخلی به خصوص کبد و کلیه‌ها، وضعیت سلولای خونی و الکترولیت‌های بدنش چک میشه و مطمئن میشن که بدن اون گربه تو شرایطی هستش که بتونه ماده بیهوشی رو متابولیزم کنه و بعد از بیهوش شدن دوباره به هوش بیاد و ریکاوری بشه. چون اگر هر کدوم از اینا مشکلی داشته باشن،
باشن، قرار گرفتن گربه تحت بیهوشی میتونه خیلی براش خطرناک و ریسکی باشه و نسبت به بیهوشی ریاکشن منفی نشون بده که منجر به مرگ حیوان بشه. در واقع یکی از اصلی ترین دلایل مرگ حیوان زیر عمل به خاطر بیهوشی هست، نه به خاطر خود عمل. بنابراین انتخاب یک کلینیک خوب و معتبر که عملکرد حساب شده و دقیقی داشته باشن، آزمایشات پیش از عمل رو انجام بدن و نوع و دوز مناسبی از ماده بیهوشی رو بر حسب شرایط جسمانی، سنی و وزنی گربه به کار ببرن خیلی 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 مهمه. یکی دیگه از نگرانی‌های وارد بر عقیم سازی مضطرب شدن گربه به چاقی و اضافه وزن. مطالعات علمی نشون دادن که گربه‌های عقیم شده معمولاً بیشتر مستعد اضافه وزن و چاقی میشن. گربه‌ها بعد از عقیم شدن به خاطر همون تغییرات هورمونی متابولیسم بدنشون پایین میاد، کمی پرخورتر و کم تحرک‌تر میشن که این عامل باعث اضافه وزن اونا میشه و چاقی هم همونطور که قبلا گفتم در صورتی که کنترل نشه با افزایش سن میتونه سلامتی گربه رو به خطر بندازه و زمینه‌ساز بیماریایی مثل دیابت، بیماری‌های قلبی، عروقی و بیماری‌های مفصلی بشه. البته این موضوع به صورت 100% قابل تأمین نیست، یعنی اینجوری هم نیستش که این سناریو لزوما برای همه گربه‌ها به طور یکسان بعد از عقیم سازی اتفاق بیفته. این موضوع با کنترل میزان و نوع غذایی که به گربه میدید و همینطور فراهم کردن بستر فعالیت فیزیکی مکفی و تحرک بیشتر کاملا قابل کنترل هست و جای نگرانی نداره. و بازم اینجا تاکید میکنم که فعالیت‌های فیزیکی هم میتونه جسم گربه شما رو سالم نگه داره و همینطور میتونه تاثیر خیلی مثبتی توی روحیه اونا داشته باشه، پس ازشون غافل نشید. و نهایتا دو تا عارضه دیگه که در مورد ارتباط بروزشون با عقیم سازی گاهن صحبت میشه، یکی احتمال بروز مشکلات ارتوپدی مرتبط با تراکم استخوان هاست و یکی بالا رفتن ریسک ابتلا به مشکلات ادراری به خصوص انسداد مجاری ادرار تو گربه‌های نر. هرچند احتمال بروز هر دوی این موارد صرفاً به واسطه عقیم سازی خیلی پایینه و اونم فقط در صورتیه که گربه تو سن خیلی پایین و قبل از رشد کامل عقیم بشه. پس یکی از دلایلی که توصیه میشه به هیچ عنوان زیر 6-7 ماهگی گربه رو عقیم نکنید، به خصوص گربه‌های نر رو همین مورده. عقیم سازی تو سن خیلی کم علاوه بر اینکه احتمال بروز این مشکلات رو بالا میبره، ریسک بیهوشی خیلی زیادی هم داره. چون تو سن خیلی کم این احتمال وجود داره که کلیه و کبد بچه گربه به دلیل عدم بلوغ توانایی متابولیسم و دفع ماده بیهوشی و داروهایی رو که گربه حین عمل میگیره نداشته باشه و این موضوع میتونه منجر به تلف شدن اون حیوان بشه. پس اگه بخوایم در مورد سن عقیم سازی صحبت کنیم، با وجود اینکه اکثر دامپزشکان میگن 6 ماهگی و قبل از بروز اولین نشونه‌های بلوغ بهترین زمانه، ولی با توجه به مواردی که گفتم میشه گفت بهتر اینه که اجازه بدید گربه 1 سالش کامل بشه و بعد برای انجام عمل عقیم سازی ببریدش، به خصوص اگه گربه نر دارید. اینجوری زمان میدید که گربه‌تون رشد کامل رو داشته باشه و توی این مدت 1 سال با غذای کیتن هم تغذیه بشه که مقوی تره و همه نیازهای تغذیه‌ایش تامین بشه و بنیه‌اش هم قوی بشه و از طرفی برای تحت عمل قرار گرفتن بدن آماده تری داشته باشه. چون اگه شما گربه‌تون رو توی سن 6-7 ماهگی عقیم کرده باشید، دیگه نباید بهش غذای کیتن بدید چون عامل چاقی و مشکلات متعاقبش میشه. از طرفی هم نباید این جراحی زیادی به تعویق بیفته چون هر چی سن گربه بیشتر بشه، علاوه بر این که ممکنه ریسک بیهوشی و انجام عمل براش بیشتر بشه، ممکنه اون ناهنجاری‌های رفتاری هورمون محورش براش تبدیل به عادت بشه و حتی بعد از جراحی هم روش بمونه و رفع نشه. بریم سراغ اقدامات دوره نقاهت بعد از عمل عقیم سازی گربه. دوره نقاهت بعد از عمل عقیم سازی همونطور که گفتم حدوداً 1 هفته الی 10 روزه که طی این مدت برای مراقبت از گربه‌تون لازمه چند تا مورد رو بدونید و کنترلشون کنید. بهترین حالت اینه که زمان بدید که گربه هوشیاری کاملش رو به دست بیاره و بعد از کلینیک بیرون بیاریدش. اما این باز هم تاکید می‌کنم بستگی به اون کلینیکی داره که شما گربه رو برای عقیم سازی به اونجا بردید. معمولاً گربه‌ها تا چند ساعت اول بعد از جراحی یه مقدار خواب‌آلود و گیج هستن و ممکنه تعادل کامل رو نداشته باشن، اما به مرور ظرف چند ساعت اثر داروی بیهوشی کامل از بدنشون بیرون میره و به حالت عادی برمیگردن. از اونجایی که گربه‌ها به محض اینکه کمی هوشیار میشن تمایل دارن که جای زخمشون رو لیس بزنن، شما باید با بستن گردنبند الیزابت یا پوشوندن جلیقه‌های مخصوص تا بهبودی کامل موضع عملشون مانع این کارشون بشید.
چون ممکنه جای زخم و یا بخیه ها باز بشه و منجر به عفونت بشه. و مورد خیلی مهم دیگه این که حتما توی این مدت لیتر باکس و خاکشون رو دائم تمیز نگه دارید و خیلی زود به زودتر عوضش کنید، چون در غیر این صورت میتونه یکی از عوامل بروز عفونت جای زخمشون بشه. مهمه که براشون یه فضای آروم و مناسب آماده کنید که در آرامش و بدور از استرس استراحت کنن. توی یک هفته 10 روز دوره نقاهتش هم سعی کنید که بیشتر بهش توجه و محبت کنید و نوازشش کنید. البته بعضی از گربه‌ها ممکنه بعد از جراحی یه مقدار پرخاشگر یا شاید هم منزوی بشن و لازم باشه که با مدارای بیشتری باهاشون رفتار کنید و بهشون فضا بدید و بذارید برای مدتی خلوت خودشون رو داشته باشن. معمولا تا 2-3 ساعت اول نباید بهشون غذا بدید، چون به خاطر اثرات دارویی بیهوشی و داشتن حالت تهوع ممکنه غذا رو بالا بیارن. ولی بعد از گذشت این مدت میتونید کنسرو ریکاوری یا غذای تر مقوی بهشون بدید. کار دیگه‌ای که باید انجام بدید کنترل جنب و جوش و تحرکات گربه است. هفته اول اسباب بازی‌ها و در کل بستر فعالیت‌های فیزیکی و همینطور دسترسیشون به بالا بلندی رو محدود کنید که نتونن زیاد بپرن که خدای نکرده یه وقت بخیه‌هاشون باز بشه. مسئولیت مهم دیگه‌ای که ممکنه یه مقدارم براتون چالش برانگیز باشه اینه که بعد از جراحی دامپزشک معمولا برای کنترل روند بهبود زخمشون آنتی بیوتیک براشون تجویز میکنه که لازمه سر ساعت مشخص و طبق دستور به گربه‌تون بدید و نباید تو دادن این داروها سهل‌انگاری کنید. و در کل جای عمل رو هم روزانه چک کنید که مطمئن بشید عفونت یا التهابی ایجاد نشده باشه و جای زخم روند رو به بهبود داشته باشه. اگه وضعیت زخمش غیر طبیعی بود یا اگه به صورت غیر معمول ساکت یا کسل به نظر می رسید یا اگه بعد از 2 یا 3 روز اشتهاش به روال قبل برنگشت، لازمه که با دامپزشک مشورت کنید. و نهایتاً بعد از اتمام دوره نقاهتشون برای کشیدن بخیه هاشون و معاینه به دامپزشک مراجعه کنید. در مجموع میشه گفت فواید روحی و جسمانی عقیم سازی برای گربه خیلی از معایبش بیشتره و در اصل عقیم سازی برای گربه‌های خونگی صرفاً حذف توانایی تولید مثلشون نیست، بلکه از اونجایی که رو ابعاد مختلف روحی و جسمیشون تاثیر داره یکی از کارهای مراقبتی هستش که شما به عنوان سرپرست مسئول بایستی برای کمک به داشتن یه زندگی شاد و سالم و عمر طولانی تر براش انجام بدید. ممنونم که تا آخر این ویدیو با من همراه شدید و امیدوارم این مطالب بهتون کمک کنه که بتونید راحت‌تر در ارتباط با عقیم سازی گربه‌تون تصمیم بگیرید. تا به زودی با ویدیو بعدی، خدا نگهدار.